به کانال پخت در منزل خوش آمدید. روش پخت زولبیا در منزل. مواد لازم: خمیر مایه 1 قاشق چایخوری، آب ولرم 1/2 پیمانه، وانیل نصف قاشق چایخوری، شکر 1 قاشق چایخوری، نشاسته گل 1/2 پیمانه، ماست 5 قاشق غذاخوری. این مواد که با هم ترکیب کردیم از صافی رد میکنیم تا یک دست بشه. حدود 1 قاشق چایخوری زعفران رو دم کرده، بعد از دم کشیدن به مواد اضافه هم میزنیم. 1/2 قاشق غذاخوری روغن جامد یا کره. بعد از اینکه مواد رو کامل به هم زدیم، حدود 8 ساعت بایستی در یخچال قرار بگیره. بعد از استراحت دادن که همون 8 ساعت هست، داخل قیف لازم ریخته و در روغن سرخ میکنیم.